سلام به همه، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز قراره یه غذای ایرانی خوشمزه و البته بسیار محبوب درست کنیم. حالا شما هم اگه دوست دارین قیمه خوش‌طعم درست کنید با هر قاشقش لذت ببرین، با من همراه باشید. اولین کار اینه که پیازاتون رو ریز ریز خورد کنید تا زیر دندون نیاد. این نکته خیلی مهمه. حالا پیازاتون رو با یکم روغن بریزین تو قابلمه و اجازه بدین که یکم رنگ بگیره. بعدش نوبت اضافه کردن گوشت به پیازا. من دوست دارم گوشتای قیمه خیلی ریز نباشه و گوشت رون و سردست گوسفندی رو به همه چی ترجیح میدم. اما اگه شما جزو اون دسته آدمایی هستین که گوشت گوسفندی دوست ندارن، مغز ماهیچه گوساله میتونه جایگزین خوبی باشه. بعدش زردچوبه رو اضافه میکنم. لطفاً زیاد زردچوبه نریزین که قیمه بوی زردچوبه نگیره. قیمه خوب باید بوی زعفرون بده. حواستون باشه. نوک قاشق چای خوری کافیه. وقتی گوشت رنگش عوض شد، ربو بهش اضافه میکنید. اجازه بدین رب رنگش باز بشه و خیلی سرخش نکنید که رنگش تیره بشه. من یه مقدار از فلفل سیاه، دارچین و پودر هل و زعفرون رو از همون اول به گوشتم اضافه میکنم، به خاطر اینکه گوشتتون طعم خیلی خوبی میگیره. حالا نوبت اضافه کردن آب جوش به غذا. من زیاد آب نمیریزم، شما هم این کارو به نظرم نکنید. انقدی آب بریزین که مجبور نشین بذارین آب غذاتون هی بکشه. از همون اول آب و اندازه بریزین. اگه لازم شد دوباره میتونید بهش آب اضافه کنید. گوشتون رو الان روی حرارت متوسط بذارید تا نیم پز بشه. وقتی نیم پز شد، الان بهش لپه‌ای رو که از قبل خیس کردیم میتونید اضافه کنید. یه موضوعی که خیلی مهمه اینه که لپه هایی رو که خیس کردین 2 تا 3 ساعت اجازه بدین خیس بخوره و بعد آبش رو عوض کنید، بعد به غذاتون اضافه کنید. من خودم ترجیحم به اینه که از پودر لیمو عمانی توی غذام استفاده کنم، ولی اگه شما دوست دارین لیمو عمانی توی غذاتون بریزین، موقعی که لپه رو اضافه کردین، لیمو عمانی هایی که از قبل سوراخشون کردین و تلخیشون گرفتین، همون موقع با لپه بهش اضافه کنم. توی این فاصله که لپه ها رو بهش اضافه کردم و در غذامو بستم و همینجور رو حرارت متوسط گذاشتم تا بپزه، میرم سراغ سیب زمینی‌ها. سیب زمینیایی که از قبل خوردشون کردم، شستمش و خشکشون کردم و میریزم و سرخ میکنم. همزمان یک کته خوشمزه همراه با روغن حیوانی و برنج ایرانی آماده می‌کنید. وقتی که لپه هاتون کامل پخت، حالا موقع اضافه کردن ادویه ها به غذاتون. من زعفرون، پودر هل، دارچین، فلفل سیاه و گلاب، آب لیمو ترش تازه و پودر لیمو عمانی رو همه رو با هم به غذام اضافه میکنم و زیرش رو کم میکنم و اجازه میدم غذام قشنگ جا بیفته و روغنش بیاد بالا. و در آخر نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که توی قیمه ادویه اضافه نریزین. حالا موقع اینه که غذاتون رو سرو کنید و نوش جان کنید. امیدوارم این غذای اصیل ایرانی رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرید.